سلام، اینجا خانه فیروزه‌ای منزلی هستم و توی این ویدیو اومدیم که یه آنباکس جذاب انجام بدیم. بریم بیایید ببینیم چیه. خب قراره که جارو برقی شارژی سری 6 بوش رو با هم آنباکس کنیم. ما رفته بودیم مثلا جارو برقی دیگه بخریم به نام ماجیک. دو سه تا مارکتینگ هم توی بازار بود، ولی با اینکه اختلاف قیمتش به نسبت به چشم می اومد، ولی تصمیم گرفتیم که بوش بگیریم برای که در نهایت نتونستیم اعتماد کنیم به برندهای دیگه. این سری 6 بوشه که در واقع قراره که کم صدا ترین جارو شارژی باشه که بوش تولید کرده. حالا بازش میکنیم ببینیم که چه اتفاقی میفته. فقط یه توضیح قبلش بگم، یه سری عدد شما اینجا میبینید که این ور نمیبینید. اینجا این باتری 28 ولت و ماکسیمومش و آپ تو 60 دقیقه در واقع قدرت جاروی شارژی رو هر چقدر هم تبلیغ کنن دوستان که این جارو بهتر از اون جاروه، در واقع این عدد تعیین میکنه که چند ولت قدرت موتور جارو برقی هست و چقدر میتونه باتری نگه داره. بقیه‌اش بیشتر حرفای تبلیغاتی. بریم بازش کنیم ببینیم چجوری. اگه ویدیوهای این سبکی ما رو دوست دارید میتونید کانالمون رو سابسکرایب کنید و اینکه میتونید ویدیوهای قبلی هم ببینید که دوتا وسیله دیگر هم آنباکس کردیم از خونمون که اون رو دوست داشته باشید. شبیه کادو پیچیدنش. خب بریم که سر همش کنیم. این خود موتور جارو برقی و اینم دستشه که بازش کنه ببینیم چیه. لذت بخشترین قسمت چیز نو باز کردن این قسمتشه. نه من باز میکنم. خب خیلی قطعات پیچیده و خاصی نداره. این یه دست است که وصلش میکنیم و سریع جارو برقی و شارژرش و خود موتور. این میشه جارو شارژیه. این شه او این مخزن فیلترشه که در میاد از اینجا سر جاش. از نزدیک میگیریم نوع فیلتر داخلی هم داره. بیارم از نزدیک ببینیم اصلا روشن میشه یا نه. بله چی توشه؟ نه خب بیاریمش از نزدیک یه تستش بکنیم. خب این اسمبل شده جارو شارژی ما. خواستم من نزدیک بهتون نشون بدم که اینجا دوتا شاسی داره که این فیلتر در میاد، یه فیلتر داخلی هم داره این که خاکو بگیره مخزن اینجاست و یه علامت مکس هم داره که یعنی تا اینجا که آشغال پر شد باید تخلیه بشه. این از این همینجوری هم جا میخوره. نمایشگر باتریش و سنسور پر شدنش. یه چیز باحالی هم که داره از اینجا یه مفصلی داره که میچرخه جارو شارژی، یعنی تو همه جهت میشه باش کار کرد. خود سریع اینم بیا از این بر ببینش. یه داخلی اینجا داره، این برای گرفتن مو و آشغالا به صورت بهتر. این هست اینجا میگه حالت شیشه ای داره که توش میشه ببینی. بکنم هم خوشگلیه، کار خاصی نمیکنه. روشن شدنش هم از روی دستشه
که اینجا 3 حالت مختلف داره برای روشن شدنش، درجه‌های مختلف. درجه‌های مختلفه. حالا بریم زمین تستش کنیم ببینیم که چه جوریه. خب یه قابلیتی داره که سر پا خودش اینجوری وای میسه و میتونید کنار خونه یه جایی بذارینش. حالا تستش میکنم. خدا شکر همیشه هم کف خونه ما آشغال هست برای تست کردن جاروبرقی مختلف. دقیقاً. این شماره یکشه که باتریش هم الان 1% بیشتر نیست. با یکش می‌گیریم تقریبا مو اینا رو فقط میتونه بگیره و خب صدا خیلی کمی داره. میام درجه 2. خب از درجه 2 که روشن میکنیم اون جارویی که نشونتون دادم قرمز رنگه اون شروع میکنه به چرخیدن و از طریق مکیشه. البته موتور جداگانه فکر نکنم داشته باشه. مفصلش هم که میبینید جارو کاملا تکون میخوره روی مفصلش. حالا بریم درجه آخرش ببینیم صداش چقدره. اینه جمع اینه بگی. خب تو این لحظه باتریمون تموم شد چون شارژش نکرده بودیم ولی تقریبا مو هر آشغال دیگه خیلی راحت میگیره تو درجه 2. ولی یه جسمی مثل این آشغال پفکم رو گذاشتیم زمین رو به علتی که گرد بود و اینا تو دهنش هم نمیره، میبینید نمیتونه بکشه زیر خودش. ولی بیشتر برای آشغال ریز طراحی شده. خب الان گذاشتیم توی شارژ، یعنی که شارژ بشه و ازش استفاده ببریم. خب این بود از آنباکس جارو شارژی بوش ما. کلا راجع به جارو شارژی خیلی حالتهای متفاوت داره که بعضی ها اصلا جارو شارژی براشون معنایی نداره و میگن خب اون جارویی که قراره حالا هفته 1 بار 2 بار 3 بار زده بشه با جارو برقی زده بشه. اما کارای جارو شارژی چیز دیگه ایه و برای روزانه و حتی ساعتی که مثلا آشغالی چیزی در لحظه جایی بریزه خیلی خیلی به نظر من کاربرد داره. یعنی از نظر من میگم حالا ممکنه خیلی ها اونقدر براشون کارآمد نباشه. یه توضیح دیگه هم بدم. موقع خرید این جارو شارژی 2 مدل از سری شیشه بوش وجود داشت. یه مدل مثل همین که سفید رنگه که حالت کلاسیکشه. یه حالت دیگه هست که قرمز رنگه و با پسوند پت فروخته میشه. حالا اون موقع که ما اینو گرفتیم خیلی تلاششو کرد فروشنده که متقاعد کنه ما رو که سری پتش به درد شما نمیخوره برای کسایی که حیوان خونگی دارن. ولی در واقع همین جاروی شارژی ما اینو به خاطر اینکه حالا رنگش به خونمون بیشتر میخورد انتخاب کردیم. ولی بهتون پیشنهاد میکنم اگر این مدل جارو شارژی رو دوست دارین بگیرین حتما سری پتش رو نگاه کنین چون در واقع همین جارو شارژی با همین قدرت و یه مش امکانات برای سریای مختلف، برای مبل، برای ماشین، برای حتی شیشه، سریای خیلی مختلفی داره نسبت به این توی جعبش. اختلاف قیمتی هم با هم ندارن. شاید با اختلاف قیمت مثلا 400-500 هزار تومانی شما میتونید که یه سری سریایی که برای زندگی عادیتون بیشتر مصرف بکنید در اختیار داشته باشید. سریع جدا داشت برای مبل؟ آره سریع جدا داشت که 4-5 سری مختلف داشت که در واقع خیلی حالا فکر میکنم نداشت فروشنده که به ما بده واسه همین خیلی تبلیغ کرد که نه شما که حیوان خونگی ندارین اون به درتون نمیخوره و اصلا چرا دنبال اون میگردین اون سریاش برای سگ و گربه و ایناست. ولی چیزی که حالا من دیدم
اینه که یه سری امکاناتی داشت برای مبل، برای فرش، برای جارو کردن. فکر میکنم خیلی خوب باشه. آره خیلی خوب بود. و لوله خرطومی داشت، یعنی شما میتونستید دستگاه رو به زمین بزنید و با لوله خرطومی مثل یه جارو برقی ازش استفاده کنین و گوشه‌هایی که حالا نیاز دارین باشه، خود رو که میخواین باش جارو برقی بکشین رو میشد از اون استفاده کرد که برای حال خیلی ممکنه جذاب باشه و ازش استفاده کنن. ما ترجیح دادیم رنگ قشنگ‌تر رو به خونمون بیاده، یه چیزا بیاد. رنگش برامون اولویت داشت تا کاراییش. البته خب در واقع اگر بخوای حالا این بیسیم بودنش یه مزیته برای حالا خودرو که گفتی یا مثلا ماشینا یه سری جا واقعا یه مزیته، ولی حالا وقتی بخوایم دیگه اونقدر حرفه‌ای جارو بکشیم طبیعتا جارو برقی من فکر میکنم گزینه بهتری باشه. اما این سری جدا شوندش برای مثلا زیر یه سری چیزا خب واقعا خوبه. و در نهایت اینم بگم که جارو شارژی طبق تجربه ما جای جارو برقی نخواهد گرفت. یعنی شما در واقع یک جارویی دارین برای استفاده بعد صبحونه نهار شامتون که چرا مگر دایسون؟ آره خب اونو ما تجربه استفادهش ازش نداشتیم که بدون قدرتش چقدره، ولی از این جنبه میگم که مخزن آشغال خیلی کوچیک‌تری داره. خیلی سریع‌تر باید تخلیه‌شه. این شارژی بودنش در حین اینکه مفیده و باعث میشه شما سیم نخواین از این ور به اون ور بکشین، ولی هم قدرت دستگاه طبیعتا پایین‌تر میره چون با باتری دارین کار میکنین و هم خودش یه اشکالی ایجاد میکنه که شارژتون تموم میشه. همونجوری که تو ویدیو ما دیدین البته ما دستگاه نو بود طبیعتا شارژ نباید میداشت، ولی خب ممکنه شارژ هم واسه جارو کردنتون تموم بشه. میخوام بگم که جای جاروی برقی نخواهد گرفت براتون، ولی چیز کاربردیه برای خانمایی که مقدار حساس ترن. آره خیلی به نظر من خیلی کاربردیه. حالا ممکنه خیلی روی جارو کشیدن کلا حساس نباشن و به نظرشون هفته 1-2 بار اینا کافی باشه جارو برقی، اما به نظر من خیلی کاربردیه. خیلی مرسی که با ما همراه بودین. امیدوارم دوست داشته باشین این ویدیو رو و اگه دوست داشتین هم که کنار ما باشین. مرسی. ممنون که همراهمون بودین.